السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الحمدلله که من در حرم دارم طواف کردم در گرد خانه خدا. از بس که حرم جای مقدس هست و هم جای دعا، تا دعا گردد اجابت از دل و جان آمدم. از حصار شادمان و سوگ و ختلان آمدم. یک دعاگو بهر خلق تاجیکستان آمدم. برای تمام هموطنانم، برای تمام دوستان و برادران دعا میکنیم که الله مهربان اولا شما را به همین سرزمین مقدس به طواف گرد خانه‌اش، به صلوات فرستادن نزد روضه رسولش الله با نصیب بگرداند. خداوند چی مشکلات، چی ناراحتی ها، چی پریشانی هایی که دارین الله همگی را برطرف بسازه. همه نعمت ها، همه خوبی ها، همه خرسندی ها، برار و برکت و عزت و نعمت و همه خوشحالی و خرسندی را براتون خدای پاک ارزانی بسازه. و برادرانی که در شهر روسیه هستند طلب دعا کردن برای کار، کشایی کار، رزق حلال لا براتون از خداوند خواهانم که کامیاب و موفق باشین، دائم برای کار و کشایش کار داشته باشین و این نعمت آرامی و آبادی و صلح و ثباتی که در وطن عزیز ما تاجیکستان است این پایدار باشد، استوار باشد، برقرار باشد. در خانه هر یک فرد تاجیک خرسندی و خوشحالی باشد، کامیابی باشد، اشک شادی باشد. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما نزد روضه رسول الله صلی الله علیه وسلم قرار داریم. برای تمام هموطنان، برادران، مهاجر، مسافر دعای خیر میکنیم. کامیابی، موفقیت، عزت، نعمت، همه خیر و خوبی ها را براتون از پروردگار طلب و تمنا میکنیم. خدا کنه که شما به نزد روضه رسول الله صلی الله علیه وسلم سلام و صلوات بفرسته و به یاران او سلام بده و همه آرزوهاتون الله برسانتون و این وبا و بلا و ویروس از سراسر دنیا خاصتا از تاجیکستان برداشته کنه. این امنیت و آرامی که در وطن ما از تاجیکستان است پایدار باشه، استوار باشه، برقرار باشه، دائمی باشه. در خانه هر یک فرد تاجیک لبخند باشه و گذشتگی های ما را خدا همگیشونه مغفرت و باشگاه ابدیشونه جنت الفردوس کنه. آمین یا رب العالمین.